دور همی شبکه‌های ترور در خانه مادری. سران رژیم اسلامی هیچگاه به ایرانیان اعتماد نداشته و ندارند. نگاهی اجمالی به مناصب و مقامات حکومتی و دخیل بودن اتباع سایر کشورها در امورات داخلی، سیاست، امنیت و اجیر نمودن و وارد کردن مزدور برای مقابله و سرکوب بیرحمانه اعتراضات و نارضایتی مردم مختص امروز و دیروز نبوده، بلکه همزاد رژیم است. از آن رو که مقامات بلندپایه حکومتی هیچ کدام متولد جغرافیای سیاسی ایران نیستند، لذا ایرانی نبوده و به ایرانیان اعتماد ندارند. سرنوشت امروز ایران ناشی از همین موضوع است. آیا تا کنون از خود پرسیده اید که این قبیل عناصر دارای پسوند فامیلی منتسب به چه شهری هستند؟ پسوند فامیلی خمینی، خامنه‌ای، رفسنجانی، آملی، یزدی، اصفهانی، همدانی، لنکرانی، خراسانی، جزایری، تبریزی، کرمانی، بروجردی، املشی، اردبیلی و غیره دارای چه بار محتوایی می توانند باشند؟ این همه تلاش برای خسرو به شهری منتسب کردن برای چیست؟ یا در خدمت و تأمین کننده چه منافعی؟ کسی با کسب سمت سیاسی، حکومتی، اجرایی، سیاسی، علمی، اقتصادی و غیره در سایر موقعیت‌های جغرافیایی غیر متن خود بر اساس لیاقت، توانایی و دانش و ارائه خدمت به جامعه بشری مشکلی ندارد و نرمی شناخته شده، کارآمد، مقبول و درخور است و باید چنین باشد. اما این مجموعه طفیلی چنبر زده بر ثروت‌های متعلق به مردم ایران در این زمان قریب به نیم قرن گذشته چه خدمتی به بشریت و طبیعت و حیات کرده اند؟ آیا دستاوردی غیر از ترویج خشونت، ترور، آدمکشی، نفرت فکنی و غیره داشته اند؟ از محافظین و بادیگاردهای اولیه خمینی گرفته تا به امروز آنها هیچ اعتمادی به ایرانیان نداشته و ندارند. با به قدرت رسیدن و به دست گرفتن سررشته امور نیز به تنیدن تارهای وحشت و ترور پرداختند تا جایی که امروز در هر گوشه از این جهان اقدامی تروریستی، ضد انسانی و خشونتبار صورت می‌گیرد، نهان و آشکار خون از چنگال رهبران ایران و نیروهای تحت امر آنها می‌چکد. بعد از طی سالیانی و عیان‌تر شدن چهره واقعی این رژیم و سردمدارانش برای جهانیان به طور عام و ایرانیان به طور اخص نفرت و بیزاری عمومی سرباز کرد و مردم تمامی نقاب‌های فریب را از چهره آنها کنار زده و ماهیت حقیقی آنها را شناختند. این نفرت و بیزاری به تمامی سطوح و لایه‌های جامعه رسوخ پیدا کرد و حتی بخش‌هایی از رده‌های پایینی تا میانی خود رژیم را در بر گرفت. تمامی نشانه‌ها دال بر همراهی بخش‌های وسیعی از نیروهای تحت فرمان رژیم با مردم و همراه مردم بوده و طیفی گسترده‌ای از آنها مایل به اجرای فرامین سران خود و سرکوب مردم نیستند. این حقیقت برای سران رژیم در جریان اعتراضات 2 سال اخیر عیان شده است. چنانچه این نیروها به فرمان فرماندهان خود عمل می کردند، آمار قربانیان این نارضایتی‌ها بسیار گسترده تر می بود. چنانکه همگان شاهدند که خیل وسیعی از این نیروها حاضر به اجرای اوامر آنها نشده و هم در سرکوب مردم مشارکت نکردند و هم حاضر به گسیل به سوریه و یمن نشدند. لذا رژیم از نیروهای موسوم به فاطمیون و زینبیون در این راستا بهره گرفت و آنها را فراخواند.
بنابراین آنها چاره کار را در فراخوانی مزدوران اجیر شده خارجی خود می‌بینند. دیروز در عراق، سوریه، لبنان، یمن و غیره از آنها استفاده نمودند و امروز آنها را برای سرکوب ملت ایران وارد کردند. فراخوانی و واردات مزدوران خارجی از عراق و لبنان و غیره تنها یک معنا دارد که آن هم تمرد نیروهای ایرانی تحت امرشان از اجرای فرامین صادره برای کشتار مردم است. چون در هر حال آنها فرزندان و بخشی از همین مردم مصیبت دیده هستند. قداست ساختگی جمهوری اسلامی و همزمان ترس و واهمه‌ای که از سوی ارگانهای حاکمیت در مردم ساخته شده بود به کلی فرو ریخت. مردم دیگر از نمایش جناح‌بازی و ترجیح بد بر بدتر عبور کردند. آنها کل موجودیت رژیم را مورد خطاب قرار دادند و تصمیم به عبور از رژیم اسلامی با تمام کلیتش گرفتند. این قرار نهایی همان مردم است و برخی از سران و عناصر رژیم به این امر اذعان دارند. از این رو نیرویی برای حفظ از موجودیت خود ندارند و باید مزدور و فرزندخواندگان خود را به خانه مادری فرا بخوانند تا برای سرکوب بیرحمانه مردم به پا خاسته و خرید زمان برای گریز از آنها استفاده نمایند. بارندگی‌های اخیر، سیلاب و عوارض و تبعات ناشی از آن، شکاف میان مردم با رژیم را به عینه برملا نمود. بیان نفرت و بیزاری آشکار مردم از جمهوری اسلامی و کلیت این سیستم پیام نهایی و قاطع مردم رو به حکومت بود. این موضوع به مناطق سیل زده محدود نگشته و سرتاسر ایران را در بر گرفته است. جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش میلیونی مردم عاجز و ناتوان است. از این رو فرزندانش را برای نجات فرا خوانده است و این اجیر شدگان باید متوجه این واقعیت شده باشند که سرنوشت رژیم به دست مردم به جان آمده رقم خواهد خورد و سرنوشت آنها نیز به سرنوشت حکومت گره خورده است و گریز از آن محال.